مهاجرین و شهروندان روسیه، تاجیکان شهروند روسیه. و در اینجا ما یک اعلامی را از طرف سیتود به ما رسوندن. ما سیتودی برگزاری جشن اعلام کردیم که و یک نفر از کسانی که 20 اپریل سال 1973 تولد شده باشد بر رسم روزگار جایزه تقدیم می‌کنند و در اینجا 8 نفر متولدان از همین روز کپی شناسنامه یعنی پاسپورت خود را فرستادند و بعد از ظهر در برنامه بعدی این قرعه کشی برگزار می شود و جایزه و این شخص تعلق می گیرد و البته از بین 8 نفر با طریق قرعه کشی و یک نفر جایزه داده می شود و اینک به پایان مجلس می رسیم و از برادران و دوستانی که در اینجا حضور دارند بار دیگر معذرت خواهی می کنیم که ما با آنها سخن ندادیم ولی سخن خاتموی و رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان استاد محترم محی‌الدین کمیلی داده می شود. درود و روان پاکی همه شهدای این راه اعلای کلمت الله، شهدای راه آزادی، استقلالیت و کرامت انسانی. درود به یک شما مهمانان عزیز، هموطنان گرامی، خواهران و برادران محترم، و خصوص مهمانان گرامی قدر ما از کشورهای خارج که با وجود این همه مشکلات و پس سر کردن مانع‌هایی که ما تاجیکان مهمان نواز در راه ایشان به وجود آوردیم، امروز تشریف آوردن در بین ما هستند. یک شما را خیر مقدم میگویم و امید دارم که روزهای شما در این کشور عزیز ما در پایتخت مهمان نواز ما خوب میگذرد و باعث افتخار ما هست که امروز شما را به حیث مهمان داریم. خیر مقدم میگویم به یک شما خواهران و برادران عزیز که از منطقه های کشور آمدید، از سوخت و ختلان و بدخشان و حصار و رشت به خانه خود، به منزل خود تشریف آوردید. خیر مقدم، نور دیده، تاج سر. محترم سفیران، کارپس دیپلماتی، نمایندگان سازمان‌های جمعیتی، احزاب سیاسی، خواهران و برادران عزیز، امروز روز جشن است برای ما نهضتی‌ها و خیلی شاد هستیم که بسیاری از هموطنان ما این جشن ما را جشن خوب می‌حسابند. از روزی که نهضت تصمیم گرفت که جشن را برگزار کند، اطراف رقم 40 بحث‌های زیادی در کشور با وجود آمد. اگرچه رقم 40 از پیش هم در کشور ما مشکلی پیدا کرده بود، ما 7 و 43 و اینها را قبلا منع کرده بود. ولی نمی‌دانستیم که تا به این حد رقم 40 مشکل را با وجود می‌آورد. بعضی دوستان گفتند که شما با رقم 40
خودتون رو و اسلامی عزیز رو در کشور و منطقه محدود کردید. ما اینجا 1400 سال داریم. چرا چی؟ بعضی دیگر گفتن که نه شما دارید مبالغه میکنید، واقعیت کمتر از این چیز هست. ما با ایشان و همگان میگوییم که اگر اونی که میگوید کم است بیش از رقم 40 یک اضافه کند، یک صفر دیگر در بعدش میشود 1400. آنهایی که میگویند زیاد است صفر را بردارد میشود 4. و اصلا کسانی که با نهضت، با وجود نهضت مشکلی دارند، رقم 4 رو هم برای خودشون بگیرد میشود 0. مشکلی ایشان هم هست. برای ما نهضتی ها رقم مهم نیست، سالها مهم نیستند. برای ما روزها و ساعتهای مهم هستند که ما در تلاش بودیم، در مبارزه بودیم، در مقاومت برای آزادی، برای عدالت، برای سربلندی و کرامت انسانی بودیم. این روز رو برای یکایک شما تبریک میگویم. مبارکتون باد. مبارکتون باد. مقاومت، هجرت، مبارزه، صبوری، تحمل. مبارکتون باد. آزاد فکر کردن، آزاد اندیشیدن، آزاد زیستن و برای کرامت انسانی تلاش کردن. برای ما روزهای مهم است که در آن 1 ساعت هم باشد با برکت، با معنویات، با فکر آزادی باشیم. خدا پناه می‌دارد از 100 سالها و 1000 سالهایی که انسان در غلامی، در بندگی و در خواری و ذلت زندگی کند. اگر ما یک روز سربلندانه زندگی کرده باشیم، پس اون روز رو برای یکدیگر تبریک میگوییم. مبارکتان باد و خودم را تبریک میکنم که یکی از شما هستم. همچنانه که دوستان گفتن در این روز تنها باید از نیکی ها گپ زنیم، از خوبی ها گپ زنیم. اگرچه بسیار فرصت خوبی است تا اینکه بار دیگر با این هموطنان، با دوستان، با مردم عزیزمان صحبت‌های وسیع در اطراف سیاست، اقتصاد، فرهنگ داشته باشیم تا اینکه دیدگاه‌های حزب را و جامعه بار دیگر معرفی کنیم که ما کی هستیم، چی می‌خواهیم از دوستانمون، چی در حکومت و چی در جامعه، چی را انتظار هستیم، چگونه با ما مناسبت کنند. ولی چون فرصت خیلی تنگ است و شاید که در مناسبت دیگر، فرصت دیگر این صحبت‌ها را وسیع‌تر می‌گوییم. اینجا دوستان زیاد یک ویژگی و صفت نهضت را از اول تا به امروز ذکر کردن که آن هم صبر و تحمل است. این می شود گفت که برندی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان شده است. ما هم انشاءالله امید داریم که همچنانه که نهضت در برابر این همه مشکلات صبر کرده است، شما هم چند لحظه در برابر صحبت‌های طولانی ما صبر کرده باشید. بله، ما صبر کردیم، صبر خواهیم کرد و همگان رو به صبر دعوت میکنیم. صبر این صفت است، این امتیاز است، این اتهام نیست. اگرچه گاه صبر ما و تحمل ما از طرف بعضی ها همچون اتهام صدا می‌دهد که چرا تا این حد صبر؟ صبر خداوند در قرآن مجید همه ما را دعوت کرده است. استعیذ بالله اصبروا و صابروا و رابطوا لعلکم تفلحون. صبر کنید و باز در صبرتان، در مبارزه‌تان صبور باشید. در ارتباط با جامعه بین خود و در ارتباط با هدف‌ها و با نیت‌هایتان باشید. لعلکم تفلحون.
شاید که پیروز شدید. اینجا حضرت ایشان گفتن که انشاءالله حتمی پیروز میشوید. حضرت ایشان را همچون بشارت میگیرم، همچون یک بشارت پیروزی قبول دارم و این بشارت را به شما هم میدیم که ایشان بداهتا و صمیمانه این حرف را در شب این آیت گفتند. واقعا دشوار است در چنین حالت همه آنچه انسان میخواهد بگوید. دو روز آماده بودم که بنویسم متن طوری که خدمت شما عرض کنم. نوشتم، خط زدم، درآمدم، از صفحه کامپیوتر گرفتم و به خلاصه آمدم که هیچ چیزی ننویسم، مردم رو بشنوم و بعد در اساس گفته‌های مردم در این ساعت هر چی خداوند الهام داد در ذهنم پیدا شد در همین ساعت بگویم. دیروز ما پیام پرزیدنت رو هم شنیدیم. پیام اول نبود و شاید که پیام آخر هم نباشد و اینجا اشاره هم شد و مطمئنا یقینا بالای صحبت‌های بنده تأثیر هم داشت. نه به خاطر شرح تفسیری پیام یا نکته از آن، بلکه چون پیام این سندی هست، حرفایی هست که برای ما و شما گفته می شود. مهمترین نکته‌ای که برای ما و شما برای این جشن لازم بود این جمله بود. پرزیدنت گفتند حکومت جمهوری تاجیکستان برای حزب‌های سیاسی تمام شرایط را مهیا کرده است. این جمله عیناً نقل شده است که جناب خانم سفیر امریکا در اینجا از این جمله هم یادآور شدند. باز تکرار میکنم، حکومت جمهوری تاجیکستان تمام شرایط را برای حزب‌های سیاسی تاجیکستان مهیا کرده است. اگر گفته میشد که حکومت جمهوری تاجیکستان تمام شرایط را برای حزب‌های سیاسی مهیا میکند در آینده، من امیدوار میبودم که انشاءالله میکنند. ولی وقتی که میگویند که کرده است، میخواهم سوال کنم که اون شرایط چی شرایط است که حکومت جمهوری تاجیکستان برای حزب‌های سیاسی مهیا کرده است؟ آیا تالاری برای حزب‌های سیاسی دادند که این چاره‌بینی برگزار شود؟ که ما 6 ماه قبل از این مراجعت کرده بودیم. حالا یاد ندارم که یگان حزب، یگان سازمان، یگان هنرمندهای معروف و مشهور و خوبی ما برای گرفتن یک تالار با رئیس دفتر ریاست جمهوری صحبت کرده باشند. یک هنرمند اگر میخواهد که کاخ باربد را بگیرد، کافی است که با مدیر این کاخ در تماس باشد، مبلغ را پرداخت کند و این کاخ را بگیرد. ولی رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، وکیل مجلس نمایندگان و خاطر آنکه دیگران پیش دستی نکنند، سال 2012 با رهبر دفتر ریاست جمهوری این مسئله را مطرح کرد. پس چی کمک و چی شرایط برای حزب‌های سیاسی آماده شده است؟ ما نزدیک 200 مهمان دعوت کردیم. برای آمدن مهمانان چی کمک و چی شرایط مهیا شد؟ این ساعت، این لحظه ها در تمام اداره های کشور، دانشکده ها، حتی مکتب های میانه جلسه ها تشکیل شده است. واخوری پدر و مادران هست، جلسه های فعالان هست. اکثر مهمانان ما از جامعه شهروندی، از حزب‌های سیاسی، از دیگر مسئولین که دعوت شده بودند، حالا در تالارهای دیگر در جلسه ها نشستند.
خدا کند که به خاطر آبادی و پیشرفت جامعه باشد. من این حرف رو به اعضایان حزب میگویم، این مبالغه نیست. شما قلب این ملت هستید، این کشور هستید، شما مطار این ملت هستید. با شما این کشور، این ملت با تمام دستگاهش حرکت نمی‌کند. شما امروز این جلسه را برگزار کردید، روز شنبه اگرچه روز استراحت است، تمام کشور، تمام دولت با تمام دستگاهش در حرکت است، کار کرده است، استراحت ندارد. تا شما در این بنا، در این تالار علیه بعض سیاستمداران غرضناک که ملت ما را نادیده گرفتند و نادیده میگیرند صدا بلند نکردید، یگان نهاد دولتی جسارت نداشت که از این ملت، از این کشور، از راهبریتش دفاع کند. تا شما حرف خود را نزدید. اگر بگویم که شما قلب ملت هستید، از تپیدن ماندید، ملت از تپیدن میماند. اگر تا اون روزی که انشاءالله تا روز قیامت قلب شما، قلب نهضت بتپد، این ملت قلبش در تپش است. این واقعیت است و هر کی معقول است قبولش داشته باشد و هر کی این رو یک مبالغه حساب میکند، یک خودپسندی حساب میکند، حوالهش به خدا. ولی ما در اول گفتم که هر چی که میگویم اینجا بدون آمادگی است، چون این الهام و این نیرو رو اگر نیرو هم باشد از شما گرفتم، از صحبت‌های دوستان و برادران و خواهران اینجا گرفتم. واقعا دلمون میخواهد که در این ملت، در این کشور ما را خودی بدانند، جزئی از ملت بدانند. این ملت، این کشور منزل شخصی کسی نیست که هر وقت خواست مهمان دعوت کند، مهمان را بپذیرد و هر وقت که نخواست درهای این منزل را ببندد و کلید را در جیبش بگذارد. این وطن، وطنی منزل 8 میلیون انسان است. 8 میلیون انسان در این وطن دعوا دارند، حق دارند. اجداد و اولاد و آبایشون در اینجا تولد شدند، بهر این وطن مبارزه کردند. حالا نگویم که بیشترین مبارزه را که کرده است، جای دعوا نیست، ولی در یکایک خاندان شما، در بین اجداد و آبای شما هستند کسانی که برای دین، برای این وطن یا مسیحکه شدند و سیبیر زندانی شدند، شهید شدند، کشته شدند. هر کدام شما را اگر اینجا نشستگان بپرسیم که از خاندان شما در سالهای 30، در سالهای 20 و در طول این 100 ساله اخیر چند شهید داشتید، حتما چند نفر رو ذکر خواهید کرد. یک بحثی داشتیم با بعضی از دوستانمون درباره رفرندوم سال آخرین رفرندوم سال 99 بود، 89 یا 90 گرباچوفی، درباره باقی ماندن شوروی. تاجیکستان 6% رای به طرفداری استقلالیت تاجیکستان بود، 94% مخالف به استقلالیت تاجیکستان بودند. 6% تاجیکان و گفتی بعضی دوستان خواسته یا نخواسته از لحاظ خفگی، ناراحتی برای استقلالیت رای دادند. سوال ما این است که این 6% کی بود؟ مگر اداره نشین ها بودند؟ مگر منصبداران بودند؟ مگر وظیفه‌دارها بودند؟ این 6% شما بودید. 6% سیاهیان روشنفکران ملت بود. این 6% انا همون کسانی بودند که در اون وقت هم در کشاورزی میکردند، پاسبانی میکردند، منصب نداشتند، تجارت میکردند. امروز هم در اون حال هستند. هیچ کدامی از شمایان امروز هم منصب و مقام ندارید، ولی هیچ کدام شما را تا امروز
در یگان مراسم استقلالیت وطن دعوت نکردند. امروز پرچم استقلالیت در دست کسانی هست که در اون رفرندوم علیه استقلالیت رأی داده بودند. اگر 8% هم باشد 8% رأی در حساب از 4 میلیون آوازدهنده تقریبا بیش از 350,000 شهروند. مگر 350,000 شهروند ساکن این کشور نیستند؟ حق ندارند که از امتیازهای این کشور برخوردار باشند. من تشکر خود را به ستاد برگزاری این جشنواره اظهار میکنم. نگفته بودم شما تا این لحظه این خیمه‌ای که ما شما میشینیم و این آمادگی که دارند، تنها ساعت 10 شب این بیگاه زنگ زدم از برادر محمد کریم خواهش کردم که این جلسه را در حوالی برگزار کنید در این صحن و این آمادگی را بینید. همگی چند ساعت این برادران زحمت کشیدن که این آمادگی باشن، چون دیروز هم دیدید باران بود، آمادگی برای تالار خوبتر بود، ولی چون گفتم مهمان زیاد بیاید گفتم اینجا رو آماده کنید. و این کمبودی‌هایی که مهمانان عزیز عذر می‌خواهیم مشاهده کردید در ترجمه، در رساندن بعضی خدمات، نه آن هست که ستاد نمی‌توانست بهتر برگزار کند، بلکه اینجا را در آخرین لحظه ها آماده کردم. من تشکر خود را به اهل ستاد کارمندان بیان میکنم که واقعا تا زحمت کشیده طول شب این همه آمادگی را دیدید، ولی این مردم، این مهمانان مگر حق آن را نداشتند که در یک تالار در برابر حافظه ها و رقاصه های دوست داشته ما یک روز را در اختیار داشته باشند. از چی شرایط امکانات و احزاب سیاسی آماده شد؟ بله صبر داریم و صبر خواهیم کرد. من به دوستان این را تاکید میکنم، حرفای ما از بیچاره‌مالی نیست. تصور نکنید که ما اینجا داریم بیچاره‌مالی میکنیم. حرفای ما این دعوای حقمان است. هر کی بگوید که در این وطن، در این کشور بیشتر از ما حق دارد اشتباه کرده است. ما نمیگیم از دیگران بیشتر حق داریم، ما میگیم از دیگران کمتر نداریم. دلمون میخواست که در این جشن نماینده حکومت جمهوری تاجیکستان باشد، همچنانه که 10 سال پیش در 30 سالگی نهضت مشاور دولتی پرزیدنت اشتراک داشتند و تبریک کردند. اگر 10 سال پیش تبریک کردید، بعد 10 سال ما 21 ساله شدیم همچنانه که دعوا دارند. منطق این است که بعد 10 سال 40 شدیم، چرا با این رقم 40 مشکل پیدا شد؟ دلمان میخواست که از پرلمان باشد، دلمان میخواست که همه کشورهای جامعه امروز در پهلوی ما باشند، تا اینکه به این دوستان خارجی و مهمانان نشان بدهیم که ملت تاجیک ملت واحد و یگانه هست. بنابراین ما میگیم به احزاب سیاسی هیچ شرایط آماده نکردید و در آینده هم انتظار یگان کمک نیستیم، فقط یک خواهش داریم و ما حق کنستیتوسیونی خودمون را